نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تشخیص بیش از 17 کیلومتر دیگر از قطعه‌های باسی مرز بین دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره روز 7 دکامبر سال 2022 با نشر بیانیه‌های تقریبا همسان خدمات مطبوعات کابینه وزیران قرقیزستان و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند در اساس موافقه به دست آمده طرف‌ها روزهای 1-6 دکامبر سال 2022 در شهر بادکن واخوری نوبتی گروه‌های کاری توپوگرافی ایت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی برگزار گردید. ضمن واخوری طرف‌ها گزارش خط سرحدی دولتی را به مسافه 7.5 کیلومتر اجرا نموده جهت ادامه کارها نقشه جدول واخوری‌ها برای سال 2023 موافقه کردند. واخوری در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد. واخوری نوبتی در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی. تفصیلاتی از این بیشتر داده نشده است. هنوز معلوم نیست که دو کشور در مورد کدام قطعه‌های باسی به توافق رسیدند. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های باسی که اساساً در مرز دو کشور جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در سال‌های 2021 و 2022 در نتیجه ضدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور از هر دو جانب در عموم نزدیک 200 نفر کشته شده بیش از 700 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه نوامبر در پی به پایان رسیدن مذاکرات مرزی با ازبکستان گفت که آنها میخواهند الکی تا پایان سال 2022 با تاجیکستان نیز در مورد حل تمام مشکلات مرزی به توافق برسند.